سلام، خوش اومدید پارت پنجم بازی مدیوال دایناستی. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموشتون نشه. خب آقا، بریم که به کارایی که میخوایم قسمت بکنیم برسیم. بریم. قسمت پیش که دیدید همین ورکشاپ رو ساختیم، چند تا خونه جدید ساختیم و احتمال 99% که نه 100% زمین کشاورزی امروز کارش تموم میشه. یه چند تا کار بعد انجام بدیم. یکیش اینه که خونه باید بسازیم. باز هم الان اگر که شما هم چند تا خونه داریم، 8 نفر پاپولیشن داریم، 3 تا دونه مرد باید بیاریم. خب بریم ببینیم مثلا کسی مرد هست تو روستای اطراف، چون 3 تا دونه خونه داریم که زن توش هست ولی مرد نیست و میتونیم یه عالمه سنگ هم جمع کنیم که پول در بیاریم و بریم. یادم اومد میخواستیم معدن بسازیم. این قسمت حتما باید معدن بسازم و یک تعداد زیادی هم باید فرد و افرادی رو بیارم که بتونم کار کنن اونجا. از 3 نفری که دارم توی کشاورزی کار میکنم میتونن که اونجا هم کار کنن. بعدش که کارشون تموم شد داره فعلا بریم اون روستای اون طرف ببینیم که کسی پیدا میکنیم که به دردمون بخوره. اگر که پیدا نکردیم یه دونه دیگه خونه میسازیم و میرم روستای دیگر رو بگردم و قبل از اینکه برم هم یک عالمه سنگ جمع میکنم و چاقو میسازم که بفروشیم و بتونیم اونجا مثلا اگه چیزی دیدیم و نیازمون بود بخریم. حالا که قراره بریم حداقل دست تو رو. این چلنجی هم که گرفتیم برای اینکه توی دویدن و راه رفتن استامینامون دیرتر خواهد بشه، خیلی چلنج رو در بخوریم. خب اینجا هم که مثل که کسی نیست. خب اوکی، ما بریم سنگ باید جمع کنیم دیگه. سنگ باید جمع کنیم که الان چقدر پول داریم؟ 87 تا الان پول داریم. سنگ و اینا رو باید مقدار زیاد جمع کنیم که الان میخوایم بریم روستای دیگه. اگر که تونستیم تیر کراسبو رو پیدا کنیم که فوق‌العاده است. خب من 25 چاقو رو ساختم. بیایم این چه خانمی که اینجاست، مرغ و اینا هم باید بستم. حالا در آینده اینا تا دور و این سنگشه رو به این خانه بسیشیم. خوب الان 600 تا پول داریم. اوکیه به نظرم میتونیم بریم به سمت روستاهای دیگر، ولی قبل از اینکه بریم اول یه خونه باید اینجا درست کنیم و چند تا دونه شغل بعدش بریم. اول از همه که بریم یه چیزی بخوریم تشنمونه. زمین ها هم دارن آماده میشن. بیایم اینجا ما بخوریم اول. بعد اینکه اینجا توی خونه یه دونه خونه دیگه باید بسازیم اول از همه. ما خونه رو اینجا میسازیم. 8 تا لاک که قطعا بیشتر از 8 میخواد، ولی فعلا باید اینجا 16 تا لاک هم بیشتر کلا نداریم، خیلی کم، ولی فعلا این خونه رو بسازیم. خب من داشتم میساختم که یهو وسط شب شد و خب شب شد و خود بازی رفت رو حالت بعضی تایمی گذشت. خود بازی فصل رو تموم کرد و رفت فصل بعد.
و الان یه اتفاقی که افتاد اینه که میگه یک طوفانی اومده و 6 تا از ساختمون شما دمیج شده. خب ما الان سرمامونه، پس این مشعلمون رو و بگیم دستمون که دیگه سرمامون نباشه. و خب چه ساختمونی دمیج شده؟ مثلا یکی از ساختمونه که دمیج شده اینه. این ساختمون رو باید تعمیرشون بکنیم و یک چوب خیلی زیادی هم احتیاج داره. همه چوب خیلی زیادی احتیاج داره که مثلا ما الان چوب میخوایم برای اینا، استیک میخوایم مثلا برای اینا. اینو رو درست کنم برای این نظرم از همش داره تره. مثلا همه چی آماده میکنم که وقتی روز بعد شد سریع بریم روستا رو بگردیم که دیدم یه داده که یه طوفانی اومده و یه تعدادی از ساختماناتون خراب شد. 6 تا ساختمون گفته بود خراب شده که خب یکیشون استوریج، یکیشون خونه است که اینجا دیدیم که استوریج فکر کنم بتونیم همین الان حتی درستش کنیم که فکر کنم کاملا الان درست شده. این استوریج دیگه مشکلی نداره. خب یه دونه اینم مونده. احتمالا خونه خودمونم یا اون خونه اولی هم که ساختمون دمیج خورده، خب که طبیعیه چون زاویه ضعیفتر بوده. اینجام رو بسازیم، اینم رو همین از اون 6 تا ساختمونی که گفته 2 تاشو تعمیر کردیم برای این که مشکل پیش نیومده. برای این دوستمون هم مشکلی پیش نیومده، برای این هم مشکلی پیش نیومده. یکی از اون خونهایی که اون طرف خراب شده 2 تا ساختمون، یه دونه این که اینم رو اصلا همین الان درستش میکنم. از 6 تا ساختمون 3 تاش مشکلش برطرف شد. اینم هفته میشه. حالا باید بریم که این داریم نی ما الان لاگ احتیاج داریم، نی احتیاج داریم و پلانک احتیاج داریم. اینا رو ببریم. 3 تا ساختمون کنشش هست. این ساختمون مشکل نداره. این 4مین ساختمون این هم فکر کنم که مشکل داشته درسته. بله این یکی میشه 5مین ساختمون که حالا فعلا نمیتونیم درستش کنیم. این 5مین ساختمون. یه ساختمون دیگه هم باید اینجا به مشکلی یا اینم یه دونه این به مشکل خورده بود، یه دونه اون 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 فکر نمی‌کنم ساختمون دیگه مشکل خورده. بریم که الان چوب باید بزنیم. میبینید دیگه اینجا رو من واقعا یا همه رو لختش کردم. حالا این تنهاش هم بر نداشتم که جلوتر دوباره بتونیم از درختایی که اینجا در میاد استفاده کنیم. درخت دیگه هم بزنیم. و قبل از اینکه برم یه دونه اسمیتی هم باید درستم بعد برم. اینجا در اومد نبود اینجا.
بعدم توی زمستون درخت ها رو ولی آدم ما رو میزنیم. خب یه مقدار سنگ میشیم، تبرمون هم داره میشکنن. تبر هم باید درست کنیم. من میگم اینجا که چیزی نیست بکنم هست. این یکی که قدیم داره چی؟ دوتا استیک هم کارش ندارم. دوتا از این ها احتیاج داریم. دوتا که همیشه دیگه، یعنی دوتا چارت نمیده. خب این چارت فلان کم رو ما اینجا خودمون درست کنیم. حالا که این چارت رو هم درست کردیم، این خونه من درست شد، اینم درست شد، اینم درست شد. خب این که از این دیگه مشکل نداره. این خونه چی کنه مشکل داره، من این خونه مشکل نداره. این خونه چی؟ این خونه هم مشکلی نداره. این خونه هم مشکلی نداره. این خونه هم فکر نکنم دیگه مشکل داشته. نه این خونه هم دیگه مشکل نداره. اینجا هم که اصلا دیگه خونه ای نیست و این هم که مشکلی نداره. خب حالا که همه ساختمون رو ریپیرش کردیم، اول از همه خب من دوتا مشعل بسازم. این مشعل ها خیلی به درد میخوره. خب این دوتا مشعل بعد بیایم اینجا یه دونه از این اسمیتی ها باید درست کنم. همینجا هم درستش میکنم. سنگ میخوام. خب الان سنگ اینجا به تعدادی هست. زمستون تنها خوبیش اینه که سنگا خیلی راحت پیدا میشن. سنگ. خب اینم از این یکی. اینجا اگر که شنکم طولا که هیچی، این تیر کمون باید درست کنیم که و بخریم. اول کراسبو که تکنولوژیش هم بزنیم. وودن بولت داریم اینجا که وودن بولت رو میتونیم بزنیم. اینجا چی؟ استون سپیر، استون ارو، اینا رو باید باز کنیم. اینجا هم که چیزی نیست که بخوایم. اینجا هم چیزی نیست که خب اول از همه این که ما خب اگر میتونیم بودیم استیشن، خب همون تیر کراسبو رو میسازیم. فقط چون کراسبو دمیجش بیشتر، ولی خب قطعا بازم میدم به اون مقداری که دمیج وودن بولتش 75 داشت، دمیج وودن بولتش 35 داشت. و یک سوال دیگه هم که دارم اینه که بدون از این استون ارون کنم چقدر فرقش چی داره در خیلی فرقشه. استون ارون 25 شده بخواستن کنسله با همون کراسه میزنیم. وودن بولتش از استون بولت هم بیشتر. پرا باشه دستمون، گوشت نم باشه. اینا رو ما باید بریم بره. اینجا چوب 5 شده که کافی نیست اصلا. یک لحظه باید بریم لب آب که در حد 11 هم غذا برمیدارم. کراسبو فقط بعدش اینه که نمیتونیم کراسبو
جفتشون رو برداریم با این بده. اگر که اینطور وز این اوکیه. خب اینا که مشکل نداره اوکیه، فقط این که قبل از هر چیزی این کیوب اینو بزنم جای اون و یه لحظه بریم لب آب یک مقدار نی جمع کنیم و را بیفتیم بریم به سفرمون. خب آقا من این چاقو رو فروختم اومدم اینجا و اون نیامی که میخواستم برداشتم. این قسمت استثنا به خاطر اینکه میگم هم اولش که داشتم ساختم مثلا تقریبا یک روزش اسکیپ شد، الانم نصف روزش تقریبا به خاطر اینکه داشتم چاقو میساختم میادم اینجا کات شد. یه روز اضافه تر، یعنی این قسمت 3 روزه، یعنی یک فصل کامل رو یه جورایی بازی میکنیم که دیگه خیلی هم کوتاه نشه قسمت. بریم ببینیم که چی میشه. دوباره هم توی راه سنگ و استیک جمع میکنم که توی روزهای بعد هم بتونیم بفروشیم. تا الان هم 1200 هم الان پول دارم که خب خدای واقعا رقم خیلی خوبیه. خب فقط باید میگم استیک رو جمع کنم که توی راه که دارم میرم اینجا اگر چونم تیر کلاسکو آهنیش دیدم یا سنگی شده، نمیدونم سنگی داره تیر کلاسکو یا نه، و اگه سنگی شده دیدم بتونم بخرم و مشکلی نداشته باشم، چون این تیرا برای شکار حیوونا خیلی خوبه. یکی بزنی تا صبح در میدن. تله خرگوشمونم چیزی گرفته بود. استیک میخوام برای این دوباره بسازیمش. استیک را جمع کرده میسازیمش. خب تله دیگه که فعلا فکر نکنم بکنیم اینا رو میتونیم حالا فعلا احتیاجش ندارم. از چیزی که معلم اینجا داریم چیزی هست که سنگین باشه 14 سنگ که چی مثلا اینا رو شما بنداز کامل. سنگ چقدر داریم؟ 15 سنگ 80 استیکا رو برمیدارم. به تعدادی هم فکر میکنم که باید بیل بسازم که لاگ خیلی خوب جمع کردیم. 6 تا لاگ برداریم به 3 تا باش بیل بسازیم بذاریم اینجا. حالا فعلا که گذاشتم اون معدنچی ها فقط سنگ و نیها رو جمع کنم ولی داشته باشیم هم رو اینجا بدتر نیست. خب بریم بخوابیم که فردا میخوایم حرکت کنیم به سمت مقصدمون. که مقصدمون ها واقعا نمیم کجاست. بریم ور آبم میتونیم بخوریم از اینجا که بخوریم. توی بخش غذا هم مقداری غذا داریم میخوریم. مقصد اولمون باشه اینجا. بریم به سمت اینجا. چیز خاصی اگر که تو راه بود نشونتون میدم، اگرم که نبود که میریم تا برسیم به همون روستای اونجا. با دیدید که این گراز ما زدیم خوبه. هانتینگمون هم لول اپ شد. نمیدونم بگیریم بهتر.
با چون نمیخوره ضربه بهش مردم. وای حسین کشته شد. ضربه مثلا نخواهم که بهش نخورد. 4 دقیقه پیش. خب آقا الان بلند شدیم بریم که به سمت اینجا که میخواستیم بریم ببینیم اون روستا چیزی که ما میخوایم رو داره یا نه برای شکار اینا. خب ایشون چیکار است؟ ایشون به دردم میخوره کاملا. این که بیاداش که خوش اومدی. شما 2 تا دیگه مرد هم همه میتونیم بیاریم. بعد میفرستیم تیمش هم توی این معدنچی باشه. خب توی بازارهاش که ایشون رو داره که این آیرون بولت داره دونه 24 ولی پویزنی. خب من میخوام ببینم که بولت عادی ندارن یا اگر بولت عادی داشته باشن خیلی بهتره. ولی خب این هم یک آپشنیه که میتونیم بیایم 24 تا بخریم همین بولت پویزنیشه که بدم نیست اتفاقا. گوسفند 3900 تا میفروشه. بریم به این روستای کناریمون که زیاد فاصله نداریم ازش. بریم ببینیم که اونجا چیه. خب رسیدیم اینجا. ترش باید بسازیم. این ستا ترشی که میتونیم بسازیم رو میسازیم که گرممون بشه از سرما نمیریم وسط. اینم بسیار عالی. میتونیم چی میفروشه چیزی به درد بخوری که به درد ما بخوره نمیفروشه. ایشون که یه بار اومدیم ازش بک خریدیم اگرش شما نکنم. فلکس یه دونه ایست 15 تا ما میتونیم بفروشیم 7.5. خوبه 7.5 بد نیست. یا این فابریکا 90 تا خوبه. قطعا اگر گوسفند بگیریم خیلی میارزه ولی خب چیزی نداره که به درد ما بخوره. الان شاید برگشتن اگر پول داشتیم ببخشید چیزی ازش گرفت. بریم این روستای بغلی که اونم باز که این راه حیوان نخواستی هست رو برونه که این مسیر نش گرگی چیز حیوان درندهی که هم بگم اذیت میکنه نیست. پس بریم روستای بحث. فوق رسیدیم به این روستا و یه صدای خری هم اومد. اینجا این روستا میامد چی میفروشه. این ممکنه بفروشه. اینو که حالا نمیخوام معمولیتشو برم. استون ارو بودن استیاف. این چیزی که ما میخوایم رو نداره ولی بو داره. لیور هم داره. لانگ بو داره. اینا مثلا دمیجشون در برابر این کراسوی ما هیچی نیست. کراسوی ما 70 تا دمیج بیدیم. اینش که 480 تا قیمتشه 45 تا دمیج بیدیم. این که هیچی. خب آقا این چند تا چاقو رو من ساختم که بتونیم بریم بغل این کمپ فایر اینجا بشینیم و گرم کنیم خودمونو و همزمان که خودمون گرم کنیم رو بسازیم. اینجا هیچ مرد به درد بخوری بله هست. ایشون به درد ما میخوره شدید به مدت مدیده. سریع بیارو اینجا هیچی همه. این 10 تارم رو بسازیم. من کل این استیکا رو جمع میکنم همشو چاقو میکنم با یعنی استیکایی که جمع کردیم به علاوه ای که الان دوباره میرم سنگ جمع میکنم همشو چاقو میکنم بعد برمیگردم خودم.
کم کم هم داریم میرسیم به خونه. آثار جرم و جنایت من رو میتونید مشاهده کنید اینجا. درختانی که زده شده و چند ساعت 11 میتونیم بریم به یه سری وسایل میتونم با خالی کنیم بعد بریم بخوابیم. این قسمت هم باعث خیلی خوبی بود چون هم تونستیم میفهمیدیم که همین روستای بغل خودمون میتونیم ازش تیر آهنی بخریم. همین سری روستای دورتر رو رفتیم پیدا کردیم که خب اونم خیلی خوبه. 1200 هم کوین داریم. بعد دیگه ارزم به خدمتتون که این 39 تا سنگ هم رو ما باید بذاریمش اینجا. این هم کاش میفروخم نفروختیم دیگه. این تیرام رو میتونیم دونه 3.5 تا بفروشیم. ما الان 210 تا از همین رو تونستیم که کار زیاد سختی هم نیست درست کردن اونجایی که یادم درسته. چیا میخواد این تیر؟ چون ارو که هیچی. این اگر بیایم اینجا 10 تا استیک میخواد با 10 تا پر که بهمون میگه خب خیلی هم خوبه، قیمتش مناسب هم هست. و 103 تا لاگ داریم، 56 تا پلنک داریم، 121 سنگ داریم و خب بسیار هم عالی. بریم بخوابیم. بریم اینجا بخوابیم. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. شما اول رو هستین و خیلی کمک می‌کنید. فعلا خدا نگهدار.